سلام و درود خدمت همه رفقا. خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو دیگه. امروز قراره چند تا مأموریت تکمیل کنیم، ولی خب همونطور که میبینین کوله مقدار شکسته، ولی خب مهم نیست چون من کارگاه هم داره ارتقا میخوره، یعنی فکر کنم تا 1-2 ساعت دیگه ارتقا خورده باشه. یعنی شما الان که دارین ویدیو رو میبینین کارگاه ارتقا خورده و میرم کوله جدید میسازم، یه کوله از این رده بالاتر. واسه همین دیگه تعمیرش نکردم. اول بریم سراغ معدن قلب و تکای نقشه رو پیدا کنیم و هدف رو از بین ببریم. بعدش هم یه مأموریت ستاره غرب توی جنوب داریم که اون فکر کنم خیلی سخت باشه و چند نفر خواسته بودن که در مورد ماژولا بهشون توضیح بدیم. ماژولا همون چیزاییه که مثلا شما وقتی میرین پایگاه سنگی، پایگاه کوهستانی، اینترفلو یا نمیدونم فرقه گرا، اینجور جا رو لوت میکنین، یه سری ماژولا بهتون میده شبیه حالت چرخ دنده و اینجور چیزا. از حالا مدل‌های مختلفی داره، اینا هر کدوم یه کاربردی داره. مثلا یه ماژول داریم تولید رو سریعتر میکنه، مثلا 4% زمان تولید رو سریعتر میکنه. تو زمانی که میزنی سلاح ساخته بشه، مثلا مدت زمانش 1 دقیقه و 50 ثانیه، تو 1 دقیقه و مثلا 40 ثانیه آماده میشه برات. و مثلا یه مدل دیگهش اینجوریه که دوام اضافه میکنه. مثلا تو دوام لباست 1000 تاه، وقتی اون ماژول روی اون کارگاهت باشه دوامش میشه مثلا 1050 تا، 50 تا دوام اضافه بهتون میده. و خب ماژولای مختلفی داریم و توضیحاتشو نوشته. و یه سری ماژولای دیگه هم هسته که مخصوص حیوانات و حیوانات خانگیه. مثلا یه ماژول داریم مخصوص اسبا و اون فضای استبلتون رو بیشتر میکنه. وقتی اون ماژول رو داشته باشین، مثلا فضای استبل شما اندازه 4 تا اسب جا داره، با داشتن اون ماژول مثلا اندازه 6 تا اسب جا پیدا میکنه. این مدلیه. و ماژولای خیلی هرچی مثلا مکانی رو که لوت میکنین سخت‌تر باشه، مثلا قطعا تو ماژولی که توی اینترفلو میگیری با پایگاه سنگی یکی نیسته، خب اون ماژولش بهتره و رده داره و هر کارگاه نهایت 4 تا یا 5 تا ماژول میخوره فکر کنم. و اگه ماژولاش پر شده باشه میتونین ماژول رو حذف کنین یا با طلا جدا کنین. خب اگه حذف کنین که کلا ماژول رو نداری، ولی میتونی مثلا با دادن 10 تا طلا این حدودا ماژول رو در بیاری. خب و ماژول رو داشته باشی. ولی خب اگه ارزش نداره اصلا طلا ندیم براش و پاکش کنیم بره. در مورد بخش فصل 3 داستانی، خیلی از بچه‌ها زمانی که مالی رو میندازن تو گاری که ببرن توی نمیدونم همون برادری، براشون نمیاد. ببین باگ بازیه. تا الان نزدیک 5-6 نفر برای من کامنت گذاشتن که اینجوری شده. این باگ برطرف میشه و نه دست شما نه دست ما، باید خودشون درستش کنن و شما بتونین فصل 3 داستانی رو تکمیل بکنین. یه تعداد از بچه‌ها میگن که خرید توی بازی براشون به دلار میاد یا اصلا نمیاد یا حرف NA براشون خورده. ببین اون حرف NA یعنی این که تو حسابت به هیچ جا وصل نیست. خب چون تو اگه بخوای این از این بازی خرید در اون برنامه بکنی، لازمه که به یه برنامه داخلی یا یک حساب داخلی وصل باشی، مثل مارکت یا بازار. وقتی به این دوتا جا وصل نیستی نمیتونی خرید بکنی. خب حتما وارد مارکت یا بازارتون بشین، تو بخش حساب کاربری وارد حسابتون بشین تا بتونین از بازی خرید در اون برنامه‌ای بکنین. و اونایی که از فروشگاه پلی دانلود کردن و قیمتا براشون به دلاره، میتونن به تلگرام ما پیام بدن تا بچه‌ها براشون سفارش رو تکمیل بکنن. لینک کانال تلگراممون تو کامنت ها پینه. در مورد اتحاد یه تعداد از بچه‌ها گفته بودن توضیح بدم. ببین اتحاد خیلی توضیحش مفصله. اول بریم سراغ اون بخشی که مثلا میگن باید سکه اهدا بکنی. یعنی چی؟ ببین سکه بخشی داره مشخص کردن پایگاه حریف. خب حالا پایگاه حریف چیه؟ زمانی که پایگاه حریف مشخص بشه، اتک که بزنی میتونی از اتحادهای دیگه طلا بدزدی و حالا اگه تا زمان اتحاد اونا دوباره ازت نزنن برات میمونه و خلاصه طلا گیرت میاد. و معمولا هم حداقل 12 تا به بالا تا 100 تا طلا میده بهتون و خیلی خوب اتکای اتحاد. و موضوع بعدی قسمت اهدای سکه. یعنی مثلا زمانی که لیدر کلم میگه که باید انقدر مثلا سکه اهدا بکنی، یعنی چی؟ ببین تا هر روز اگه یه مقدار سکه رو اهدا بکنی، همون پایگاه های حریف که تو بری ازش اتک بزنی و طلا بدوزی برات مشخص میشه. اولین پایگاه با 200 سکه معلوم میشه و دومی با فکر کنم نمیدونم دقیق یادم نیست 300 600 و 1000 و اینجور چیزا بود. من حالا خیلی تو اون قسمت ها چک نمی کنم، این حدوداه. و وقتی که مشخص بشه اتک میزنین و خب اونجا رو هم لوت میکنین و طلا گیرتون میاد و حتما این کار رو باید انجام بدین. ولی خب من توی اتحاد یکی از بچه‌ها و یعنی خود کانال هستم که ویدیوها رو تماشا میکنه و دمش گرم. من همون اولم گفتم
به خاطر تولید ویدیو خیلی نمیتونم کمکی به اتحاد کنم و اونم گفت اشکال نداره بیا توی اتحاد و واقعا دمش گرم که این لطفو کرد و خب طلا خیلی لازمه برای تولید ویدیو و کانتنت. قسمت بعدی میرسه به بخش ارتقاهای اتحاد. ببین تو مثلا توی اتحاد سطح 1 در روز 12 تا طلا میگیری خب، ولی اتحادهای برتر، اتحادهای سطح بالا روزی 100 تا طلا میگیری خب. یعنی روزی 12 تا کجا، روزی 100 تا به بالا کجا. اتحادهای برتر، من یکی از بچهای عضو اتحادهای برتره و روزی 100 تا واقعا داره طلا میگیره. واقعا طلاهاش یعنی از سکاش داره بیشتر براش در میاد و اکانتش خیلی عجیب غریبه. یه ویدیو هم با اکانت اون براتون میذارم. و برای اینکه تعداد طلا بره بالا لازمه که یه سری چیزا رو ارتقا بدین و مثلا اون گنجایش مخزن طلا رو ارتقا بدین که جا 12 تا 24 تا مثلا طلا توش بیاد و اونطوری مثلا روزانه 24 تا میگیریم و یه چرخی داره که اون براتون طلا تولید میکنه، اون رو ارتقا بدین سریعتر براتون طلا میاد. پایگاه ها رو باید ارتقا بدین و اینا رو چجوری ارتقا میخوره؟ یه بخشیش باید توی قسمت رقابت ها شرکت کنین. رقابت چجوریه؟ همون پایگاه های حریف رو که مشخص میکنین، اتک میزنین، امتیازتون توی رقابت میره بالاتر و اگه اول بشین یه سری جوایز میگیرین که فقط و فقط مخصوص ارتقای اتحاده و یه سری چیزا دیگه هم مثل قند اسب و طلا و اینجور چیزا گیرتون میاد. و ما بقیه تجهیزاتش از همون تجهیزاتیه که خودتون دارین، نمیدونم مثل بست و شمشا و اینجور چیزا باید اهدا کنین تا ارتقا بخوره. موضوع بعدی میرسیم به بچه‌هایی که میخوان VIP بگیرن ولی مثلا نمیتونن هزینه‌اش رو تهیه بکنن. چون ببین یکی از بهترین قابلیت‌های VIP این حالت تنظیم خودکارشه که شما فقط منابعی رو که میخواین جمع بکنه و من آموزش اینو گذاشتم که چجوری بدون VIP فقط منابعی رو که میخواین براتون جمع بکنه. توی شورت ویدیوهای همین چنل برین نگاه بکنین، 2 تا شورت ویدیو، آخرین شورت ویدیو بهتون توضیح دادم حدودا 20 ثانیه. تو همون 20 ثانیه نکته رو بزنی راحت میتونی جمع بکنی کارو. و یه سری از بچه‌ها میگن آقا چجوری سریعتر لول اپ بشیم؟ چون نه کن من الان حدودا توی 2 هفته و نیم فکر کنم از لول 20 اولین ویدیو بود الان رسیدم نزدیک 79. قطعا بخش اصلی لول اپ اکانت من به خاطر VIP بوده چون سریعتر لول اپ میشی و اینکه تا لول 100 کلا راحت میره خب. ولی تو لولت از 100 بکنی 110 اندازه از لول 1 تا 70 باید به خودت زحمت بدی و خیلی سخته، واقعا خیلی سخته. هرچی بیشترم توی چالش‌های مختلف نمیدونم مثل حمله به قطار و توقف اضطراری و ایونت‌های مختلف شرکت بکنی، همون راهزنا و نمیدونم نابودگر و اینجور چیزاشو بزنی بیشتر به تجربت اضافه میشه و خیلی بهت کمک میکنه. حالا میرسیم به ایونت جاده قدیمی که من حتما بهتون گفته بودم قبل از قبول کردن مأموریت گاری مسیر رو پاکسازی بکنین و از حیوانایی که توی مسیر براتون گذاشته نهایت استفاده رو ببرین. خیلی به پاکسازی کمک میکنن و اگر روحیتون نمیرسه حتما از بین ببرینشون. اینجا هم فقط کافیه بیاین این پشت یه سنگر کوچیک بگیرین که تیر بهتون نخوره و اون حیونا و پتای خونگی که رام کردین بره پدرشو در بیاره و زیاد منابع بی خودی نگیرین. چون من یه سری ها رو دیدم میرن تبر میارن این درختای توی مسیرم قطع میکنن، واقعا ارزششو نداره. تو یک دونه تبر آهنی بگیری بری جنگل کاج کل درختای جنگل کاج رو میتونی بزنی و اصلا نیازی به این درختای تو مسیر نیست. الکی خودتونو و کولتون و فضاشو با اینجور چیزا پر نکنین. نکته بعدی سلاح‌ها هست. سلاح‌ها چه تأثیری داره؟ یه سری سلاح‌ها هستن زده مثلا شانس ضربه بحرانی، مثلا بعضی از شمشیر، نیزه و کلتا و اینجور چیزا زده شانس ضربه بحرانی. ضربه بحرانی چیه؟ معمولا اگه میخواین ضربه بحرانی بزنه بهتره بزنین رو حالت شلیک خودکار سمت چپ پایین، اون شانس ضربه بحرانی رو میبره بالاتر و توی ضربه بحرانی مثلا دمیج کلت شما مثلا 300 تا، زمانی که ضربه بحرانی بخوره 700 تا دمیج میده خب. یعنی خیلی چیز فضایی میشه و توی سلاح‌های سطح بالاتر خیلی قشنگتر دیده میشه این تغییر. و ضربه بحرانی بسته به درصدش داره دیگه، مثلا اون سلاحی که زده شانس ضربه بحرانی 10% و یه سلاح دیگه که زده شانس ضربه بحرانی مثلا 20%، اینا یکی نیست دیگه. قطعا اونی که 20% بیشتر امکان داره ضربه بحرانی بزنه ولی بازم بستگی به شانستون داره و اینکه اکانتتون چقدر سفید باشه. در مورد سفید بودن اکانت یعنی چی؟ مثلا یه اکانتی هست واقعا سفیده، این چیز واقعی. اکانت‌های سفید شانسشون توی همین چیز بهتره، از گردونا و نمیدونم چسا و اینجور چیزا بگیر و قطعا هم ارزششون هم بیشتره. مثلا
یکی باید بره 2000 تا سکه بزنه از یه آیتم از گردونه بگیره، اون اکانت سفید مثلا با 300 تا سکه اون آیتمو در میاره. موضوع بعدی برده. برد چیه؟ مثلا توی سلاح میزنه برد 2 از 4، 3 از 4. برد فاصله زدن ضربه تا هدفه. خب هرچی برد زیادتر باشه از فاصله دورتری میتونین ضربه بزنین و این برد برای شمشیر و اینجور چیزا خیلی خوبه. مثلا تو یه حالتی فرض کن هرچی برد بیشتر باشه شمشیر درازتر میشه، خب از فاصله دورتر بهش ضربه میزنی و خیلی بهتره. مثلا تو نابودگر رو اگه بخوای نمیدونم با یه چاقو بگیری بزنیش پدرت در میاد، چون هی بهت میرسه هی ضربه میزنه و نابودگر بهتره که با کلت و نمیدونم سلاحهای گرم بزنین که هی ازش فاصله بگیرین، دمیج بزنین و اونجوری خیلی خوبه. ولی اگه برد شمشیرتون زیاد باشه، مثلا بردش 4 از 4 باشه، 5 از 5 باشه، هر چقدر هست، میتونین نابودگرم از فاصله دور ضربه بزنین و فاصله بگیرین سریع ازش. ولی خب باید سریع انجام بدین دیگه، سرعت عمل لازمه. بخش بعدی میشه نفوذ به زره. نفوذ به زره چیه؟ اون آسیب خالصی که به خود طرف میزنین. مثلا طرف HP پره، یه دست سلاح هم داره، یه دست زره فول هم داره، مثلا فرض کن زره کلانتر هم داره، زره و کلاه و شلوار کلانتر هم داره. خب آسیب خالص سلاح تو مثلا 100 تاه. خب آسیب خالص آسیبیه که به لباساشو در نظر نمیگیره. مثلا اگه 100 تا دفاع قراره لباسش بده اونو در نظر نمیگیره، مستقیم به HP خود طرف آسیب میزنه. و هرچی آسیب خالص و نفوذ به زره بیشتر باشه سلاح خیلی بهتره و بیشتر به دردتون میخوره. و در مورد بردم اینو بهتون بگم که برد زیاد توی اسنایپرها و سلاح‌های گرم خیلی به دردتون میخوره برای اتک‌های اتحاد. چرا؟ چون مثلا یه سلاح با برد زیاد بهش میدی، یه سلاح گرم با برد زیاد میندازیش بالای ساختمون، از اون بالا تا بره انمی بهش برسه که مثلا من تا برم با سفیر صلح بهش برسم که از نزدیک بزنم، اون از دور راحت منو میندازه و خیلی چیز خفنی میشه. حتما برای اتک‌های اتحاد و پست‌های نگهبانی حتما برین و اسنایپرهای از راه دور بذارین. حالا پست نگهبانی چیه؟ یه سری پستا هست همون زمانی که شما به اتحاد دیگه اتک میزنین میبینین که یه سری از توی همون اتحاد اومدن دارن بهتون حمله میکنن. اون پلیر آنلاین که نیسته که، همون اکانت پلیر آنلاینه که اومده یه سری سلاح‌ها و زره‌ها رو گذاشته روی قسمت پست نگهبانی و غذا و اون از بیس دفاع میکنه و زمانی که بزنینش هیچ تأثیری روی اکانت طرف نداره. کلا یه دست سلاح و یه دست زرهش رفته، ولی رفته یعنی تو اگه یه دست سلاح و زره رو بذاری برای پست نگهبانی دیگه نداریش. خب یعنی اون کلا اون زره و سلاح از دست میره و میره برای پست نگهبانی و اگرم هیچ کس بهت حمله نکنه دوباره اون زره و سلاح بهت برگردونده نمیشه، تمام شده رفته، تو اونا رو دادی تمام شد رفت. و اگه تا اینجا ویدیو اومدی دیگه نگاه کن، 12 دقیقه برات توضیح دادم، یه سابسکرایب میرسه و بریم سراغ ادامه توضیحات. بخش بعدی که میخوایم بریم سراغش قسمت حیوانات خانگیه. چرا میگم حیوانات خانگی؟ مثلا چه توضیحی داره؟ مثلا این جدا از این که مثلا هر حیوان ابیلیتی و کاربردهای خودشو داره، من توی اون ویدیو رام کردن خرس سطح 95 براتون گذاشتم، اگه راجع به ابیلیتی یا چیزی نمیدونین اونو ببینین. و میریم سراغ قسمت حیوانات خوراک دهنده شون. ببین تو قطعا غذایی که قراره برای یه خرس بذاری با یه غذایی که قراره برای پیشی یا پلنگ بذاری یکی نیست. چرا؟ چون خرس قطعا مصرف غذاش بیشتره. خب و تو باید خوراک دهنده بیشتری بذاری. مثلا تو اگه خوراک دهنده و 100% پر کنی، HP یوز پلنگ رسیده باشه به 1، مثلا توی 3 روز پر میشه، برای خرس مثلا توی 4 روز پر میشه و بیشتر هم غذا میخوره قطعا و زودتر خوراک دهندت خالی میشه. و اونایی که پتشون خرسه اینجوری‌ها داستان دارن و خیلی باید روی قسمت هیلا و نمیدونم کراکرا دقت بکنین، با اینکه بهترین پت بازی تا سطح 100 خرسه، ولی این داستان هم داره دیگه. در مورد تمساها اینا هم که حالا جلوتر بهتون توضیح میدم، چون تمساها اینا اکثر بچه‌ها ندارن و بیشتر بچه‌های رده 6 و 7 و اینا دارنشون. و موضوع بعدی میریم سراغ لباسا و زره ها و سلاحاتون. ببین تو لازم نیست تمام سلاح ها و زره های رده خودت رو ارتقا بدی و این خیلی به ضررت میشه و سکه های طلای زیادی ازت میگیره.
تو یه دست زره و یه دست سلاح خوب و ارتقا بده و فقط از اونها استفاده کن برای ردت. مثلا تو برای رده 4 مثلا میگم یه چرخنده رو مکس بکن و مثلا شمشیر انگلیسی و تا آخر رده 4 از اون استفاده کن و یه دست زره هم مکس بکن و تا آخر رده 4 از همون استفاده کن. بی خودی از بقیه زره ها استفاده نکن که فقط کار خودتو سخت‌تر بکنی و با زره های سطح پایین تر بیای و سکای بیشتری هم هدر بدی. در مورد جیب اضافی خیلی از بچه‌ها نمیدونستن و اینکه مثلا چجوری میشه که دو تا سلاحو داری، یه دونه مثلا هیل هم توی قسمت کولت داری. خب این یعنی چجوری؟ الان نگاه کن، همین سفر رو نگاه کن، میبینی قسمت سفیر صلح و شمشیر کنار همه و 20 تا هیل هم اونجا و بعضیا بچه‌ها فضای اون 20 تا هیل رو ندارن و فکر میکنن برای لول. نه، این هیچ ربطی به لولتون نداره. تو لول 1 باشی هم یه کوله با جیب اضافی داشته باشی میتونی اون بخشو بذاری و ربطی به لولت نداره. سعی کن کوله های سطح بالا بسازی و کوله‌ای که اصلا همون اول زده جیب اضافی یعنی اون بخشو داره و تو میتونی یه آیتم اضافه تر بذاری و حتما همین حرکت رو بزنین رو دوی بخش سوم هیل بذارین و دوتای دیگه سلاح باشه. نری نمیدونم سه تاشو هیل بذاری ها. ولی خب مثلا توی قسمت غار اروا زمانی که تو تبدیل به گریزلی میشی، من آموزش تبدیل شدن به گریزلی تو غار اروا هم گذاشتم، کسی نمیدونه حتما بره ویدیوشو ببینه. چرا میگم اون موقع میتونی دوتا هیلم بذاری؟ چون زمانی که تو تبدیل به گریزلی بشی دیگه اصلا سلاح لازم نیست دیگه، سلاح دستته عین همون خرس کنار من میشی. خب یعنی فقط همونه دیگه، گاز میگیری و نمیدونم پنجه میزنی و اینجور چیزا و میتونی دوتا فضا تو تبدیل به هیل بکنی، یعنی دوتاشو هیل بذاری. ولی اون فضای اصلیت کردم مثلا شمشیر برای من دستمه، اونجا رو نمیتونی هیل بذاری چون فضای مش زدن و شمشیره و دوتا فضای دیگه تو میتونی هیل بذاری و خیلی بیشتر به دردت میخوره. مثلا یه دونه فضا تو هیل سبکتر بذاری که مثلا اچ پی کمتری میده زمانی که اچ پی کمتر خالی شده و یه دونه فضا هم نمیدونم پماد بذاری که اچ پی بیشتری بهت میده. و اصلا هم عجله نکنین که منطقه جدیدی رو باز کنین که بگی خب من الان نمیدونم مثلا اومدم جنوب رو باز کردم، هفته دیگه میرم نمیدونم مارشلندم باز میکنم، قایق بخار رو تعمیر میکنم. نه بابا، بذار کنار این داستانا رو، الکی خودتو اذیت نکن چون اون موقع بازی بهت نمیچسبه. تو زمانی که بری نمیدونم قسمت شمال و نمیدونم مارشلند و اونورا سلاحت سطح پایین باشه، ردت کم باشه، سلاح خوب نداشته باشی، بازی زهر مارت میشه. دوبار که بمیری، دوبار که کولت بشکنه، اصلا بازی رو پاک میکنی میره. خب و همین علتیه که شما از بازی زده میشین. ریزه ریزه پیش برین، خیلی بیشتر بهتون میچسبه و حتما محاسبه همه چی رو کنین بعد بزنین ارتقاء رده. مثلا طرف دو تا سلاح خوب داره میگه من میخوام برم رده بعد، نمیشه که. تو بعد هیلتو در نظر بگیری، حیوان خونگی که با خودت میبری اونجا رو در نظر بگیری، لباساتو در نظر بگیری، بقیه سلاحات هم در نظر بگیری و اچ پی و روحیه خودت هم در نظر بگیری. تو با روحیه 60 بیای قسمت جنوب و پل رو تکمیل بکنی، یعنی تا گربه‌ای که اون گوشه خوابیده میاد یه چنگی بهت میزنه. خب حتما روحیت رو برسون به 90 و برای معدن کرومید روحیه مثلا 95 خیلی خوبه. خب چون اون خرسی که تو معدن کرومیته با روحیه 90 95 خیلی به دردت میخوره. ولی در کل مثلا با روحیه 80 و اینا هم میتونی بیای ولی نهایت دیگه 85 رو برسونی. ماموریت ستاره غرب رو اصلا از دست ندین، لازمش قند و انرژی اسب. حتما 3-4 تا اسب داشته باشین و زمینای بیشتری بسازین که بتونین خوراک اسباتون رو تامین بکنین و ماموریت‌های ستاره غرب رو شرکت بکنین چون سکه خیلی خوبی میده. یعنی کلا ماموریت ستاره غرب رو به خاطر سکه‌اش تکمیل بکنین. تو سطح 100 که بری یه ماموریت تکمیل بکنی تو رده 56 نهایت 90 تا سکه بگیری برای تکه‌های نقشه. ولی الان مثلا من دارم با رده 4 واسه ماموریت ستاره غرب 90 تا سکه میگیرم. خب این خیلی چیز خفنیه و خیلی کمک میکنه بهتون که سکه‌هاتون رو سریعتر جمع بکنین. و در مورد ماموریت ستاره غرب هم این که تا زمانی که تا آخر رفتین این قهرمان آخرم زدین، همین گروگانگیر اصلی اینم که زدین، دوباره برگردین پایین، یعنی از همون جلو نپرین برین بیرون، برگردین پایین کل مسیر رو چک کنین که هیچ چیزی از دستتون در نرفته باشه که به ضررتون تموم میشه. یعنی یه تیکه پارچه هم خیلی به دردت میخوره، از کنفیش بگیر تا نمیدونم مثلا پارچه ابریشم و چیزای دیگه‌اش. خب بچه‌ها اینم از این ویدیو، امیدوارم که به دردتون خورده باشه. یعنی نگاه کن قشنگ 20 دقیقه برات صحبت کردم، نکته گفتم، ساب نکنی خیلی نامردی. و تا ویدیو بعدی که یه ویدیوی خیلی خفنه، مراقب خودتون باشین. دوستتون دارم. خدا نگهدار همگی.